خواب دیدم مادرم پشتی در است، جای دست و پای او بال و پر است. بال می افشاند و می شد دورتر، وا نشد در خوابهای تیره در. پشتی در ره بود و نور و آسمان، آسمان که ره باید آدمان. خواب را در خواب دانستم چه بود، قصه دیرینه بود و نبود. اندک اندک می روی از چشم هام، مادری آرام دور از ازدحام. مادری امروزی بی آینده ام، لیک در اندیشه ها پاینده ام. آنچه با ما و تو دنیا می کند، بعد مردن بال پیدا می کند. می کند یک روز ما را هم صدا، آسمانی خالی بی منتها. زمان بچگی همیشه انتظار میشتیم که مادرم از کار بیاید. ما همیشه یک گل قند می آوردن، قند این خیلی که همیشه قند می آوردن. ما انتظار میشتیم که حاضر مادرم از کار می بیاید. من اکنون فهمیدم که همون قند انتظار نبودیم، ما مادر ما انتظار بودیم. اما همین شوق شوری بچگی کودکی ما فکر میکردیم که ما قند انتظار بودیم. و من همین در یک شعرم گفتم که دیر فهمیدم که گاهی بچگی گل قند نه، انتظاری قند بود در کوچه راه مادرم. کودک بودم، راستی 10 سال داشتم، 9 سال داشتم، حتی در خاطر دارم سنی خیلی خرد بودم. از دوره های وزنی زندگی بود. باید که از خانه همسایه من بعض 2 کیلو 3 کیلو باشه چهارمغز می آوردم. مادرم مرا گفت که رستم جان به همون جرا با من چهارمغز گرفته. بیا من از خانه همسایه چهارمغز گرفتم و به اجازه مادر به مغازه‌ای که در نزد مغازه‌ای که در نزد خانه‌مان بود، بر اونجا در آمده، در اونجا شکلات هم چیزایی بود و بالا ازت رو خریدم. خیلی پزمونش بودیم چون این چیزها رو از خود کردم، چهارمغز رو با اون کس دادم و به همون مغازه چی دادم آمدم. زمستان بود، وقتی بیکاری دوره شوروی، همین در همه خانه ها گردی پیشکش جمع شده میشتیم و پنبه‌دانه تازه میکردیم، پخته. برای چی گردی همون آتشدان، به خاطر که بالای همونجا میموندن گرم میشد و جدا کنیش آسان میشد. و راستیگه به این وقت مادرم همین ما جمع کرده میشناندن و بعد افسانه میگفتن. مادر که همیشه با افسانه می بیاید، همیشه دستش پر افسانه و پر تحفه بود و این یک دنیای خیلی عجیب بود. و اگر توجه کنید هر کسی که به خانه می دارد، خواه پدر، خواه برادر، خواه بی، اولین کسی که می پرسد مادر همون خانه می پرسد که مادرم کجاست. مثلا گریم اگر پدری ما همیشه خانه می بیاید میگن که مادرت کجاست، اما یگان کار ندارم با اون کس. ما همه وقت کوشش میکردیم که خوب نبرد تا آخرش گوش کنیم که وای پسر چی شد، این دختر چی شد، که پادشاه شد، آخر قصه. یعنی که زن نابسته از آن که هست آرامش و آسایش خاندان است که بودنی همین آرامی و آسایش سعادت خاندان برای هر کدام خانواده تاجیکستانیان عزیز تمنا میکنم. من از تحت دل صدقاً تمام مادران روی دنیا رو با چنین جشن بزرگ شادباش میگویم و سری تعظیم بهر همه مادران فرود میآورم. به همه مادران، به همه زنها، به همه مادرشوندگان، به همه آن زنهایی که احساس مادری را درک میکنند 8 مارس را باری دیگر مبارک میگویم. هر روز ما روزی مادر است. هر روزی که روشن می شود روزی مادر است. هر روزی که ما یاد مادر میکنیم روزی مادر است. هر روزی که یک سخنی نغز به مادر ما میگوییم روزی مادر است. هر روزی که قدری خدمت مادرمان رو میشناسیم روزی مادر است. مادران سلامت باشند. مادران همیشه در همان مقام مادری که خیلی بلند است بمانند و به آرزوهای شیرینشان برسند. هیچ آرزوی شیرین تر از آرزوی مادر نیست. فقط مادر است که در فکر آرامش و آسایش زندگی فرزند است و فقط مادر است که در فکر خوشبختی فرزند خودش و فرزند همسایش و فرزند دیگران است.
عیدشان مبارک باشد. عیدتان مبارک مادران عزیز. یک خواهش میکنم که به تمام فرزندایی که اهل هنر، اهل فرهنگ، باید ما مادرای خودمون رو احتیاط کنیم. ما باید مادرای خودمون رو زیغ شدن نمانیم. مادر هست که ما هستیم. الهی مادران دعاگوی ما باشند، پشت و پناه ما باشند، دائم در لبانشان خنده باشد. از منبرها خیلی صدا کرده ایم که مادران زنده باشند. از تلویزیون ها خیلی گفته ایم که مادران سالم باشند و در نزد فرزندانشون باشند. و من در این مدت، در این فرصت از تلویزیون خیلی معروفی تاجیکستان، تلویزیون سوق، چون این برنامه پخش می شود، من میگویم که مادران عزیز ما سربلند باشند، چنانه که امروز تاجیکستان ما گل می شکفد، مثل گلها زیبا باشند و تنها همین را امید میکنم که فرزندان، پیوندان به قدرشان برسند. یعنی مادران ما سالم و صحت و سالم باشند، سربلند باشند و ما فرزندان از پی خدمت ایشان باشیم. یعنی ما ایشان رو دوست داریم، محبت داده باشیم و برای زندگی خوب آنها ما تصمیم بگیریم، ما قدم بگذاریم. با مادران خودم من فقط خودم رو هدیه میکنم و خیلی که میگن همیشه در لبانشان مادران عزیز خنده باشد و بگذار انا همون زندگی که دشواری زندگی، غم و غصه زندگی الهیم بر سرشمون یگانتشمون نبیاید و همیشه خرسند باشتن، همیشه خندان باشتن، همیشه صحت سلامت باشتن. انا همین برای ما فرزندا بس است. مادران دنیا رو خداوند احتیاط کند برای فرزندانشان، در قطارشان مادری مرا هم الها نوگی ناخونشان و موی سرشان در را نبیند. بسیار بسیار گفتم میخواهم، باز باری دیگر میگویم مادر جانم، عزیزم، مهربانم، من شما را از جان و دل سخت‌تر دوست می‌دارم. الهی با بختی من صحت و سلامت و دعاگوی من باشید. من شما را دوست می‌دارم. چی تمنیات دارید برای مادرای؟ با یک بیت به همه مادران میبخشم. ای مادر تو دنیایی، در این دنیا تو یکتایی، بمیرم در قدمات، نظر سازم مگر سویت، بیبارد نور از رویت، شوم قربانی غمهایت. ایا مادر جان، مادره. عیدتان مبارک مادرای عزیز. جان مادرم، جان مادرم، من بر تو ایمان آورم. ای کاش باشی هر کجا، عمری سلامت بر سرم. خواهم که در آغوش تو باری دیگر کودک شوم، باری دیگر با طبع خوش بر خواب طفلیم روم. باری دیگر با طبع خوش بر خواب طفلیم روم. هم دل و هم جان من، ای جان من جان مادرم، ای همیشه مهربانی مهربانان مادرم. از غمی فرزندهای
خویش همچون در تنور آتشی در سینه داری سینه بریا مادرم. بینید که اگر که در وصف مادر خوانید آهنگ هم از صدق دل میبراید. عموما آن شعرهایی که شاعرها پیشنهاد میکنن از وصف مادر تمام هنرمندان که و سرودها رو خوانند مشهور میگردن. یعنی مادر آفریدگاری فرزند است. سجان و دل فدایی یک مدعای مادر فتح و کشای شارت دست دعای مادر فتح و کشای شارت دست دعای مادر بشنید گر صدایم دنیای سخت گوشان انگیزه شاید از الله های مادر جانم فدای مادر قربان نام مادر جانم فدای مادر قربان نام مادر